اگر این چیز در خانواده باشد، برکت الله متعال از او خانواده بیرون میشه. اسلام مسلمان ها را از این چیز سخت منع کرده است. خب این سه کار کدام کارهایی هستند؟ شماره یک، غیبت و دروغ گفتن. وقتی که در یک خانواده غیبت و دروغ گفتن زیاد باشد و یکی پشت دیگه گپ بزنند یا یکی غیبت دیگر را بکنند یا یکی به دیگه دروغ بگویند، مطمئن باشید که برکت و صمیمیت از او خانواده دور میشه. شماره دوم، پابندی نداشتن به نماز. در او خانواده‌ای که نماز برقرار نمیشه و افراد او خانواده به نماز عادت ندارند، بدون شک برکت او خانواده از دست میره. او خانه‌ای که یا او منزلی که عبادت الله متعال نباشد، در او هیچ برکت نخواهد بود. شماره سوم، بی‌حیایی یا دیدن چیزهای مبتذل. در او خانواده‌ای که چیزهای مبتذل دیده میشه و شنیده میشه، بدون شک در او خانواده هیچگاه برکت نخواهد آمد. ایضاً در روایت آمده که خانه‌ای که در او نماز خوانده میشه محل نزول برکت، آرامش و رحمت الهی است، اما خانه‌ای که در آن نماز ترک میشه برکت از آن برداشته میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در صحیح مسلم میفرماید: ترجمه: خانه‌های خود را با نماز و تلاوت قرآن روشن کنید و آنها را چون قبرها تاریک مسازید. منظور از تاریکی در این حدیث فقط تاریکی ظاهری نیست، بلکه تاریکی معنوی، ببرکتی، غم و بیروحی خانه است. از آن شما با لایک ویدیو مطمئن هستم که شامل ثواب خواهید شد.